با درود و مهر به همه همراهان عزیزم. امروز اومدیم با آموزش این عروسک تق‌تقی آرامش بخش که خیلی هم ترند امساله. بریم تا با هم این عروسک زیبا را ببافیم. برای شروع کار ما به یکی از این گیره های تق‌تقی مو نیاز داریم. حالا تو سایز دلخواهتون میتونین کوچیک‌تر تهیه کنین، عروسک کوچیک‌تری داشته باشین. 2 رنگ کاموا، نارنجی و سبز. قلاب شماره 2.5 شروع میکنیم. حلقه جادویی رو میزنیم. توی حلقه 8 تا پایه کوتاه میزنم. با بست وصل میکنم. برای این کار من توی خونه اول 2 تا پایه بلند پایه کوتاه میزنم. سه تا خونه ساده میبافم، یعنی 1 پایه کوتاه. خونه 4م هم 2 تایی میبافم. دو مرتبه بقیه رو ساده میبافم. به هم وصل میکنم. همینجوری ادامه میدم. 1 خونه این طرف 2 تایی میبافم. 4 تا دونه میبافم. 5 تا دونه میبافم، چون یکی از این طرف اضافه شد، یکی از اون طرف. خونه 5م رو هم 2 تایی میبافم و 2 مرتبه بقیه رو تکی. به هم وصل میکنیم. این قسمت و این قسمت اضافه میکنیم. دو تایی این خونه میبافم ساده. توی این خونه 2 تایی بافته میشه روبروی هم. ببینید اینجا 2 تایی زدیم، اینجا هم 2 تایی. الان از این رج به بعد ساده همه رو میبافم تا به ارتفاع این گیره تق‌تقی برسم. من میخوام به صورت حلزونی ببافم، پس دیگه بست نمیزنم. همینجوری دور تا دور پایه کوتاه هم رو ادامه میدم به این صورت. خب ببینید من همینجوری ادامه دادم، اومدم بالا تا به این قسمت رسیدم. حالا شروع میکنم هر از گاهی کم کردن به این صورت که این دونه رو میبافم، این دونه رو میبافم، همه رو با هم یکی میکنم. چند تا میبافم الان؟ 1 2 3 4 5 تا دونه بافتم. بعدی رو به این صورت 2 تا یکی میکنم. 1 2 3
3 4 و 5. بعدی 2 تا 1. 1 2 3 4 و 5. بعدی 2 تا 1. 1 2 3 4 و 5. بعدی 2 تا 1 میشه. به این صورت. همین کار رو ادامه میدیم تا سر این تق تقی پنهان بشه. دقت کنیم که وقتی داریم کم میکنیم تق تقی رو داخل قرار بدیم که چون از یک جای به بعد دیگه رد نمیشه. الان تقریبا 2 تا 1 کم میکنم، 2 تا میبافم و بعدی ها رو کم میکنم که زودتر جمع شه. دو تا بافتم، بعدی ها رو 2 تا 1 کردم. 2 تا بافتم، ببینیم بعدی رو کم میکنم 2 تاشو به این صورت تا حالت نوک‌تیزی هویج در بیاد. به این صورت. یک زنجیره میزنم و نخ رو میچینم. کار به این شکل در میاد. ببینیم ما از اینجا شروع کردیم و اینجا تموم شد. نخ رو هم داخل میکشیم. به این صورت. برای موهای هویج با رنگ سبز ده تا زنجیره میزنم. توی هر کدوم از اینا 2 تا پای کوتاه میزنم تا حالت فرفری به دست بگیره. توی هر زنجیره 2 تا پای کوتاه. از این 2 تا درست میکنم و سر کار وصل میکنم به این صورت. ببینید پیچ پیچی میشه. قسمت ابتدای کار با گره بست وصل میکنم. ببینید از مرکز وارد میشم، نخ میکشم و با گره بست وصل. یک زنجیره میزنم، نخ رو میچینم. ابتدا و انتهای کار که نخ سبز داره رو به هم یک گره میزنم.
تا محکم شه. نخ‌ها رو هم مثل نخ انتهای کار میکشیم داخل. به این صورت. خب من اون یکی موشم درست کردم، وصل کردم. هر جور دوست داشته باشین حالت میگیره تقریبا به این صورت. الان میریم سراغ چشم ابروش. برای چشم ابرو ما نخ مشکیمون رو از یکی از این حفره ها وارد میکنیم. گره نخ رو هدایت میکنیم داخل کار که پیدا نباشه. به این صورت. و یه حالت نیم دایره این طرف رو به روش کوک میزنم و از بالا بیرون میام. به این صورت که این نخ حالت نیم دایره میخوام بمونه. پس چیکار میکنم؟ یک بست اینجا میزنم و روبروی چشم بیرون میام. نخ میمونه حالت نیم دایره بای میست. 2 مرتبه این طرف هم به همین صورت کوک میزنم. برای موجه ها چند تا کوک کوچیک کنار انتهای چشم میزنم. به این صورت. این طرف هم همینطور. نخ رو هدایت میکنم جایی که باید دهنش باشه. برای دهن هم مثل چشم عمل میکنیم. به این صورت. از پشت نخ رو یه کوک نامرئی میزنیم و میچینیم. به این صورت. هویج تقطقه ما آماده است. امیدوارم درست کنیم و ازش لذت ببریم. تا آموزش‌های کاربردی بعدی با من همراه باشین. کانالمو سابسکرایب کنین
تا از ویدیوهای بعدی جا نمونی.